بچه‌ها توی این پروگرامی که من هستم الان خب میتونی ببینی فارغ التحصیلای یک سریاشون، یه سری کوچیک ببینی فارغ التحصیلا در واقع الان کجان چیکار دارن میکنن. یکیشون برام خیلی جالب بود، دانشجو PhD توی دانشگاه آکسفورده. بعد همون درسی هم خونده که من خوندم، یعنی من بایوکمیستری اند سل بیولوژی خوندم تو این دانشگاه، اونم لیسانسش رو همینجا خونده بود، ارشدش رفته بود جای دیگه و حالا برای PhD رفته بود آکسفورد و روی واکسن برای سرطان دارن کار میکنن و گفتش که خب من اونجا یه سری دانشجو دارم، بعضی وقتا باید برگه‌هاشون رو صحیح بکنم و یه سری چیزا که اینجا توی این دانشگاه کانستراکتور توی آلمان از ما غلط میگرفتن و نمره کم میکردن، من اونجا خواستم که از دانشجو تو آکسفورد کم بکنم و استادم بهم گفتش که ما توی این دانشگاه انقدر سخیر نیستیم، نیاز نیست بابت این موارد توی برگه ها نمره کم بکنیم. اینجوری بودش که چقدر این دانشگاه به ما سخت گرفته.